همیشه تو زندگیت اتفاقایی میفته که اون لحظه نمیدونی چیه، با وجود این که میتونن خیلی مهم باشن. چه آتیش بازی قشنگیه، نه؟ آتیش بازی نیست، جنگه. جنگ کی با کی؟ بنتن با موجودات سیاره های بیگانه. خوشحالم که از کتاب هدیه‌ات راضی هستی پسرم. حالا واقعا راضی هستی؟ پدرم از اتاق رفت بیرون و من با دنیای بزرگی تنها موندم که برام خیلی جذاب بود. دنیایی که مسیر زندگیمو عوض کرد و من تبدیل شدم به چیزی که فقط در رویای یک کودک میتونه وجود داشته باشه. کجا رو نگاه میکنی؟ یه خورده آتیش بازی بنتن افسانه‌ای ما رو خیره کرده؟ واقعا که هی پسر، حواست کجاست؟ از این نورا خوشم نمیاد کوین. هر بار که اون گوشه آسمون ظاهر شدن برای من اتفاق بدی افتاده و یکی از نزدیکامو از دست دادم. بار اول پدر بزرگم، بار دوم دخترمون گوون، و حالا نوبت منه. بی خیال شو بنتن، بهتر نیست بریم سراغ کارمون؟ راستش منم خیلی حالم خوب نیست و خسته شدم. فکرشو بکن، همش در حال جنگیدنیم با موجوداتی که زشت و عجیب و غریبن. تو خسته نشدی؟ بعد گوون دیگه دل و دماغ ندارم. نگاه کن، دوباره دارم میبینمشون. یعنی تموم امشب و بعد با تماشای آتیش بازی سر کنیم یا دنبال خطری باشیم که گفتی خودمو برسونم و بریم دنبالش؟ فکر کنم گفتی یه اتفاق خطرناک داره رخ میده. ببینم نکنه اون اتفاق هم این آتیش بازیای جذاب باشه. نمیخوای اون ساعت کوفتی رو خفه کنی؟ مگه این صدا نشونه حضور هیولا نیست؟ نگهدار، بهت میگم نگهدار. حتما باید همینجا نگه می‌داشتیم. گورستان قدیمی سنت لویی. همیشه از اینجا متنفر بودم. این ساعت لعنتیت خفه کن نداره؟ اینطوری که همه مردا میفهمن ما اینجاییم. میشه ساکت چی کوین؟ صدای تو هم میتونه جلب توجه کنه. چرا؟ تازگی یاد گرفتم بذارمش روی ویبره و صداش قطع شه و فقط نورش دیده بشه، ولی وقتی دوباره آلارم میزنه صداش در میاد. آره اینجوری خیلی بهتره. حالا میشه بگی باید دنبال چی بگردیم؟
دنبال یه موجود که هزاران سال پیش وجود داشته و الان باید نسلش نابود شده باشه. شاید دشمنای ما تونستن دوباره زندهش کنن. دیدمشون، از اونجا وارد شدن. کجا رفتن؟ اینا که آدمه. از کجا معلوم آدمه؟ بفرما اینم صورتاشون آدمن یا نه؟ حالا چی کار کنیم؟ باید تعقیبشون کنیم. من این چی نمیبینم. فقط پله است. میریم پایین تا به یه جایی برسیم. داره بوی بدی میاد. حس میکنی؟ آره، مثل بوی نم شدیده. آره، نم شدید یا بوی جسد کپک زده. من که الان فندک ما روشن میکنم. بالاخره باید ببینیم داریم کجا میریم یا نه. شاید داریم میریم سمت جهنم. الان که هر کسی میتونه ما دوتا رو ببینه. البته ما هم اونو میبینیم. نور فندک رو بگیری این ور. بفرم. فکر میکنی چقدر رفتیم زیر زمین؟ به نظرم چند دقیقه دیگه برسیم به نفت. اونا کجا رفتن؟ میتونی ببینیشون؟ نه، نمیتونم. ولی اونا چطوری میتونن بدون نور ببینن کجا میرن؟ حتما خیلی براشون آشناست دیگه. شاید هم اونا باشن. به جای مسخره بازی بهتر مواظب اطرافه باشی. به نظرم تو خیلی ترسیدی. باشه، منم مواظب اطراف هستم. بهتر یه کاری بکنی. چاره ای ندارم، باید عوض بشیم. عجب قدرتی داری. به شرطی که واقعا کشید باشم.
چی شد؟ چرا با دیدن این تخم شترمرغ فرار کردن؟ هرچی از خیلی باید ترسناک باشه که اینا رو فراری داده. حالا چی هست؟ عجب قیافه ترسناکی، به نظر خطرناک میاد. بهش نزدیک نشو. اومنیتریکس داره علائم شدید و هشدار دهنده ای نشون میده. بیا عقب کوین. بهتره برگردیم عقب. اون موجود تشعشعات اتمی داره. مواظب باش کوین. کوین، حالت خوبه؟ این چی بود آخه؟ یه لحظه فلج شدم. دستان قدرتشون از دست دادن. نمیتونم تکونشون بدم. این یه جور شوک عصبیه، به خاطر اورانیومیه که توی اون اشعه ها بود. دست راست منم از کار افتاده. عجب موجود عجیب و غریبی. باید بفهمیم از کجا اومده و کیا آوردنش اینجا. این هنوز نوزاد بود. فکر کنم اگه بزرگ بشه تموم نیویورک رو ببره تو آسمون. بهتره بریم دنبالش تا دیر نشده. تا حالا این همه مرده بالای سرم نبوده. حالا چطوری بفهمیم کجا رفته؟ اونجاست، میبینیش؟ هنوز نه، نمیخوام توجهش جلب شه. میبینی؟ اون هنوز یه بچه هست. یعنی چی؟ همین یه دقیقه قبل نزدیک بود دوتامونو کباب کنه. اون وقت تو میگی بچه هست. بهتره مثل یه سوسک لش کنیم. البته اگه قبلش اون ما رو کباب نکرده باشه. نه، اول از همه باید بفهمم برای چی اینجاست. اومدن همچین موجود مهیب و پرقدرتی به اینجا نمیتونه بدون علت باشه. اون وقت بفرمایید چطوری باید بفهمی؟ میخوای بریم از خودش بپرسیم؟ نه، از اونا. عجب قدرت مهیبی داره این بچه. تموم هیوله ها رو تارمار کرد. کدوم نیرو میتونه این موجود رو نابود کنه؟ باید 2 نفری بهش حمله کنیم. برو کوین.
حالا که بینانم. حالا چی؟ یعنی چی کار کنم؟ صخره به کوپروش. خیلی قدرتمند بود. نگرانم کوین، خیلی نگرانم. باید بفهمم اون از کجا پیدا شده بود و چجوری اومد اینجا. زود باش پسر، باید بریم سر در بیاریم. میبینی؟ اونجا یه راه دیگه هم هست. یعنی بازم بریم؟ چاره ای نیست. درست میبینم اینجا 1000 تا از اون تخمه لعنتی وجود داره. از همین میترسیدم. میدونستم این دفعه با همیشه فرق داره. مواظب باش کوین به اینا نخوری. اون یکی با یه ضربه آزاد شد. ترسوندین. چی شده؟ نزدیک بود ببیننمون. چی؟ کیا ببینن؟ همونا که اینا رو آوردن اینجا. نگاهشون کن. این آخرین محموله بود. به زودی شاهد نابودی کامل این شهر بزرگ هستیم و بعد هم این کشور. به زودی اینجا بهترین سرزمین میشه برای حضور ارباب بزرگ. وقتی که این کشور به طور کلی توسط این اسکورکس های زیبا از وجود ساکنینش پاک شد، ما میایم و اینجا رو تصرف میکنیم. به کمک این کشور بزرگ که بهترین سلاح‌ها رو برای نابودی دنیا داره، میتونیم دنیا رو از وجود انسان‌ها خالی کنیم و برای همیشه اینجا رو تسخیر کنیم. برین دوستان من، باید برای باربری نهایی و آزادسازی این اسکورکس های خطرناک آماده بشیم. نمیخوام وقتی از تخم‌هاشون خارج میشن هیچ کدوم از ما اینجا باشیم. برین دوستان من. راستش منم اصلا دلم نمیخواد وقتی آزاد میشن اینجا باشم. پس اینا آوردنشون اینجا. باید حدس میزدم، ولی به دستور کی؟ دستور کی؟ چجوری باید بفهمیم؟ میفهمیم کوین، همین الانم میفهمیم. آخه از کجا؟ همینجا باشه، از جا تکون نخور کوین. خیلی خوب، بهتره حرف بزنی موجود بی‌قواره. شاید با این جلدت مشکل داشته باشی. شما چیزی رو نخواهید فهمید موجودات بی ارزش. شما چیزی رو نمیدونین. بله درسته، ما نمیدونیم، اما تو میدونی و به ما میگی. اگه فکر کردی با شکنجه میتونی به حرفم بیاری، کور خوندی بنت نیسان. نه، ما موجودات با تمدنی هستیم کوین. حالا میفرستیمت پیش همون اسکورکس هایی که برای ما فرستادی. نه، اگه یکی از اون آزاد بشه دیگه نمیشه جلوشونو گرفت. بذارش زمین موجود بیارزش. باشه بهت میگم. چی باید بگم؟ اینا رو برای چی آوردین اینجا؟ کشور تو آمریکا بزرگترین انبار اورانیوم و بمب‌های اتمیه. اسکورکس ها برای رشد سریعتر نیاز دارن جایی باشن که به اورانیوم نزدیک باشه. در حقیقت شما اونا رو پرورش دادید. پس باید تعدادشون خیلی بیشتر از این چیزا باشه.
درسته موجود کمهوش. هی بیریخت، تو کلمات دیگه ای بلد نیستی به من نسبت بدی؟ میخوای بفرستمت توی یکی از این تخم‌ها؟ بگو چجوری نابود میشن؟ من نمیدونم. بهتره دروغ نگی. اگه اینا اینجا رو بگیرن و هممون رو نابود کنن که شما هم نمیتونین پاتون رو بذارین اینجا. میتونین؟ گفتم من نمیدونم اما این چی بود؟ نامحریمن میتونه هر چیزی رو نابود کنه. اهریمن رو فراموش کن. بگو کی راه نابودیه اینا رو میدونه. اهریمن میدونه و آماده است تا بعد از نابودی شما به دست اسکورکس ها خودشونها رو نابود کنه. کمتر از یه روز دیگه این تخم ها باز میشن و این کره خاکی رو از نسل شما پاک میکنیم. این آرزو رو با خودت به همون سیاره مسخرت میبری. ببینم بازم از این موجودات تو کشور ما هستن؟ بهترین جا برای رشد اونها همینجاست. زیر شهر شما پر شده از این موجودات که برای نابودی تمام این خاک کافیه. بعد از اون خودمون بقیه کارا رو درست میکنیم. بریم کوین، باید از اینجا خارج بشیم. هی پس من چی؟ باید پاهای منو باز کنی موجود بیارزش. نه بهتره همینجا باشی تا وقتی اسکورکس‌ها از تخم در اومدن یه چیز با ارزش برای خوردن داشته باشن. باید کجا بریم؟ عجله کن. اون گفت کمتر از یه روز دیگه همه اسکورکس‌ها از تخم در میان و نیویورک رو نابود میکنن. احتمالا تموم آمریکا رو نابود کنن. بعدش هم نوبت دنیاست. شما حق ندارید منو اینجا رها کنید. هی منو باز کنید. ما چقدر بیخیال بودیم کوین. میشه بفرمایید چرا بیخیال؟ وقتی که تو شهر دنبال قهرمان بازی و جنگیدن با موجودات بیگانه بودیم، اونا تموم این دالون‌ها و راهروها رو زیر شهر ما ساختن. همه اون جنگا فقط بهونه‌ای برای گمراه کردن ما بود تا اجازه ندن هیچ وقت اصل ماجرا رو بفهمیم. میگم که حالا این اسکورکس‌ها چی هستن؟ اسکورکس‌ها تنها موجوداتی هستند که تا به امروز کسی راهی برای نابودی اونا پیدا نکرده. نمیدونم از اینجا جون سالم به در میبریم یا نه. باور کردنی نیست. اینجا که 1,000,000 تا از ایناست. اینجا مرکز نگهداریشونه کوین. اگه اینا باز بشن نه تنها نیویورک که تموم آمریکا رو درسته قورت میدن. حالا چی کار کنیم بن؟ نمیدونم، فقط باید بریم بالا. نفسم داره بند میاد. حتما به خاطر این امواج شدید رادیو اکتیوه که ساعت داغ شده و حالم داره به هم میخوره. زود باش بریم. خیلی خوب بریم. بن افتاد. بن حالت خوبه؟ نگاه کن منو. بن خدا رو شکر ترسوندی منو پسر. آرانیوم زیادی اونجا بود. به زودی این مواد رو همه چی اثر میذاره. از کجا میدونی؟ اون ساعت رو ببین. کار افتاده. باید هر طوری شده یه کاری بکنیم. مردم نمیدونن این اتفاقات برای چی داره میفته. صبر کن بن، باید استراحت کنی. رنگت پریده شدی شکل اون مرده‌های زیر زمین. هر آن امکان داره اسکورکسا بیان بیرون. میدونی چی میشه؟ باید تموم عمر استراحت کنیم. ماشین کجاست؟ زیاد دور نیست، همین نزدیکی است.
حالا چی کار کنیم؟ اصلا کجا باید بریم؟ باید برسیم به سد بزرگی خارج از شهر. صبر کن ببینم، میخوای چی کار کنی؟ نکنه میخوای سد رو بشکنی؟ باید قبل از این که بیام بیرون توی آب غرقشون کنیم. این تنها راهه کوین. من میرم به طرف سد، تو هم خودتو برسون به مسیرهای فاضلاب. باید تا جایی که میتونی لوله های عظیم بتونی و برام پیدا کنی و از دهانه اصلی فاضلاب بکشونی تا ابتدای شهر. من برای مسیر آب کانال میکنم. با من در تماس باش. راستی مواظب اون هیولاها باش کوین. اونا حتما همین اطراف هستن و چون پوسته انسانی دارن شناخته نمیشن. نمیخوام تو را مثل کوون و پدر بزرگ از دست بدم. نگران من نباش بن، من از اینجا سر میخورم تا اون پایین. به کجا رسیدی؟ خیلی سخته بن، فاصله طولانیه. نمیتونم تا خارج از شهر لوله کار بذارم. باید یه فکر دیگه بکنی. شاید بهتر باشه بریم سراغ همون یخ زدن و منجمد کردنشون. ولی من چطوری میتونم اون همه رو توی لحظه منجمد کنم؟ عجله کن بن، اینا دارن از سوق خارج میشن. عجله کن خدای من. کمک بن، کمک. کوین چی شد؟ مقاومت کن، الان میام. کوین صدامو میشنوی؟ کوین با تو. دوباره این نورا، لعنت به شما. بعد از دیدن اون نورای عجیب تو آسمون، اول پدر بزرگم و بعد گوونو از دست دادم و الانم کوین. دیگه حسابی تنها شدم. فکر کنم دارم نزدیک میشم. باید تبدیل شم. خدایا نکنه میترکس داره خاموش میشه.
دستم داره ضعیف میشه. حتما به خاطر تاثیر اورانیوم زیادیه که در وجود اسکورکس هست. بیگ جای نه، حالا وقتش نیست. باید مقاومت کنی دستمند عزیز من. این امکان نداره. اگه تبدیل نشم تموم نیویورک و آدماش نابود میشن. وای، کره زمین نابود میشه. دوستان کوچک من، گوش به فرمان حریمم باشید. برید بالا و تمام انسانهای این سیاره سیاه رو تسخیر کنید. اینجا جای تمام انسانها را نابود میکنم و کسی هم نمیتونه مقابل من بایسته. برید فرزندان کوچک من. نباید اجازه بدم، نباید. بفهمم کی هستی؟ از کدوم سیاره اومدی؟ تو هم از محافظین زمینی؟ عجب قدرت زیادی داری. تو فضایی نیستی. پس تو کی هستی؟ سیاوش. سیاوش باید پیداش کنم. دوباره همه انرژیای آزاد شده داره برمیگرده و این به خاطر نیروی اون بود. اسمش چی بود؟ سیاوش.
باید پیداش کنم به هر قیمتی که شده. ولی آخه چه جوری؟ باید از دکتر تناقض بپرسم. اون تنها کسیه که در زمان حرکت میکنه. حتما میدونه اون چه موجودیه. سلام بنتن. حتما خیلی تعجب کردی که یه نفر قوی تر از خودتو دیدی، درسته؟ پس شما میدونین اون کیه؟ بله خبر دارم و همه ی ماجرا رو میدونم. خطر خیلی جدی تر از اونیه که فکر میکنی بنتن. خودم داشتم میومدم پیدات کنم. چی شد؟ هی کجا رفتی دکتر؟ با تو هم تو باید هرچه سریعتر بری و اون پسر رو پیدا کنی. تنها راه موفقیت تو قدرت برتریه که در اختیار سیاوشه. با پیدا کردن اون میتونم دوستا و پدر بزرگم رو پیدا کنم؟ با پیدا کردن اون نیرو تو میتونی دوستاتو پیدا کنی و مهمتر از همه این که میتونی دنیا رو نجات بدی. مگه اسکورکسا نابود نشدن؟ معلومه که نابود نشدن. اونا توسط اهریمن هدایت میشن. اهریمن خطرناکترین دشمنیه که تا حالا داشتی بنتن. همین الان که تو اینجایی اونا دوباره دارن تخما رو تولید میکنن. بهتر عجله کنی پسر خوب. تو وقت زیادی نداری. باید چی کار کنم؟ باید بازوبند قدرت رو به دست بیاری که در دست همون پسر نوجوونه. من اون سیاوشو هر طور شده پیدا میکنم و اون بازوبند قدرت رو به دست میارم. اینجوری هم دنیا رو از دست اهریمن نجات میدم، هم دوستامو پیدا میکنم و هم پدر بزرگمو. میتونی کمکم کنی سیاوشو پیدا کنم؟ اون در سرزمینی پهناور به نام پرشیا زندگی میکنه که امروز به اسم ایران میشناسیم. ایران روزگاری بزرگترین تمدن دنیا بوده که 2/3 کره زمین رو در بر میگرفته. ایران 2/3 تمدن دنیا بوده؟ همینطوره و اونجا سرزمینیه که سیاوش در اون زندگی میکنه. باید بری اونجا و سیاوش رو پیدا کنی. یه سرزمین به اون عظمت؟ من چطور میتونم سیاوش رو اونجا پیدا کنم؟ از همه مهمتر اگه دیر بشه و قبل از پیدا کردن سیاوش دوباره تخم ریزی کردن چیه؟ میترسم کار از کار بگذره و دنیامون نابود بشه. برای همین باید عجله کنی بن. فرصت زیادی نداری. تازه وارد شدن به تونل باستانم هست که مسیر سختی داره. من آمادم. میرم به سرزمین پرشیا و هر طور که شده سیاوش رو پیدا میکنم. شما میتونین منو ببرین به ایران، درسته؟ از کجا باید شروع کنم؟ از اونجا. اونجا سیاره‌ایه که موجودات فضایی با هم می جنگن و هر کس شکست بخوره به درون چاهی پرتاب میشه که از اون طریق به زمان گذشته برمیگرده. پس باید برای رفتن به گذشته اونجا برم و مبارزه کنم؟ بله، باید بری به اون سیاره و وارد مسابقه بشی و از اونجا خودتو به چاه ابدیت برسونی. بعد از اون من منتظر تو خواهم بود. به امید دیدار دکتر.
ای پسر، داری چی کار میکنی؟ قراره که تو شکست بخوری و بندازنت توی جای ابدیت؟ خداحافظ گنده بک. لعنت به این شانس. حالا نمیشد مثل یه انسان متمدن وارد تونل زمان میشدم و میرفتم به گذشته؟ همینجا بزرگترین تمدن بشریته؟ نه خیر دوست من، اینجا ایران نیست. اینجا گذشته همین کشور خودته. اینجا آمریکاست. اینجا که شهری نیست. از کجا باید سیاوش رو پیدا کنم؟ تو باید با سرعت زیاد خودتو برسونی به اون ستاره نورانی که در شرق ماست. میبینیش؟ من 3 روز دیگه همینجا منتظرتم و یادت باشه حتما خودتو برسونی وگرنه تونل زمان برات بسته میشه. یعنی دیگه باز نمیشه؟ باز میشه ولی خیلی زمان میبره. مگه چقدر زمان میبره تا دوباره تونل باز شه؟ 4000 سال دیگه. ترجیح میدم همون 3 روز دیگه برسم. پس نباید وقتو هدر داد. خداحافظ دکتر تناقض. پیش به سوی مشرق زمین و سیاوش. درها رو ببندی، اون همینجاست. اون در رو ببند، شیردال اینجاست. اون هر کسی رو ببینه میره برای غذای خودش رو بچه. دیوونه شده. پیرمرد گفته چی؟ پیرمرد برو تو پیرمرد. هی پیرمرد، اونجا چی کار میکنی؟ برو توی خونت، الانه که سر و کله شیردال پیدا بشه. این کیه؟ اینا از چی میترسن؟ باید نجاتش بدم. باید تبدیل شم. منو میشناسی؟ من ارسلان هستم و تو قبل از اینکه به کسی آسیبی بزنی باید اینجا رو ترک کنی. اون پیرمرد غذای تو نیست. بهتر از اینجا بری. تو همه رو ترسوندی پسر خوب. حالا آروم باش تا برگردی به سرزمین خودت. از اینجا برو تا بیشتر آسیب ندیدی. این موجود حتما میدونه سیاوشو چجوری میشه پیدا کرد. ولی آخه چجوری ازش بپرسم؟ پس اون موجود عجیب، اون ارسلان کجا غیب شد؟ تو کی هستی؟ سلام بر دوست من بنتن. مگه تو منو میشناسی؟ یعنی شهرت من به گذشتم رسیده؟ تو هم منو میشناسی، یادت نیست؟ باید بشناسم. من سیاوشم دوست من. تو سیاوشی؟ اگه سیاوش تو هستی باید یه نشونه مهم داشته باشی. یه بازوبند، درسته؟ اینو میگی؟
بسیار خوب. خیلی خوشحالم که زود پیدات کردم. میدونی من اون بازوبند تو رو لازم دارم دوست من و مجبورم ازت بگیرمش. البته شاید بهت برش گردونم و میدونم شاید از این حرف من خوشت نیاد ولی اون بازوبند رو میخوام. همین الانم میخوام. ببین پسر خوب، من اون بازوبند رو لازم دارم و مجبورم ازت بگیرمش و مطمئن باش با یه مقدار الکتریسیته و شیر و هیچ جونوری هم نمیتونی از دستم فرار کنی. عجب سرعتی داری ولی هنوز تموم نشده. مجبورم کردی تا به خشونت متوسل بشم. تو مهمون ما هستی ولی قصد دزدی داری. مجبورم از خودم دفاع کنم و حالا با یکی از قدرت‌های جاودانه سیاوش آشنا خواهی شد. چون نیروی یزدان به جانم دمید، جهان پهلوان رستم آمد. خدای من، این نیروی عجیب و از کجا میاری؟ هیچ نیرویی نمیتونست با موجود عظیم و جثه مقابله کنه. آسیب ندیدی؟ بلند شو دوست من. میبخشین ولی مجبور شدم. من اون بازوبند قدرت رو میخوام و هر طور شده میبرمش. این کاری که تو کردی رو ما بهش میگیم کلک زدن. کسی نمیتونه با توسل به دروغ و کلک پیروز بشه. خب الان باید با تو چی کار کنم؟ ببین چی میگم. من باید اون بازوبند رو ببرم. لازمش دارم. اگه دیر به جنبم کره زمین نابود میشه. میفهمی؟ معلومه که نمیفهمی. تو متعلق به یه دنیای دیگه هستی. اصلا تو متعلق به گذشته ای. چجوری باید متوجه خطری که آینده رو تهدید میکنه بشی؟ میفهمم چی میگی. واقعا؟ اگه آینده از بین بره گذشته معنایی نداره. من میدونم دشمن واقعی شما کیه. اون دشمن هم در گذشته بوده و هم در حال آینده. اون همیشه بوده و هست. ما اونو میشناسیم. پس حالا که میدونی بازوبندو بده تا برم و نابودش کنم. تو و هیچ کس دیگه ای نمیتونین از این بازوبند استفاده کنین چون لیاقت میخواد. ولی من بهت کمک میکنم تا اهریمن نتونه دنیای شما رو نابود کنه. با من میای به آینده؟ نه، تو همراه من میای. راز شکست اون قدرتی که اهریمن به سراغ شما فرستاده اینجاست که باید پیداش کنیم و از بین ببریمش. اسکورکسا؟ واقعا؟ دوستام چی؟ کوین و گاون و پدر بزرگم اونام اینجان؟ آره اینجان. من خودم دنبالشونم و تو برای اینکه بتونی همراه من بیای باید به نیروی برتر متوسل شی و از کلک و دروغ دوری کنی تا پیروز شی. میتونی؟ من فرصت زیادی ندارم. پس باید عجله کنی. هی مواظب باش، یکی دیگه از اون هیولاها. نه ترس بنته، همه شیردالا بد نیستن. اون دوست منه. بیا جلو، اون با تو دوست میشه. فکر کنم ماشین کوین از این راحت تر باشه. اومدی آینده سوارت میکنم. آماده یه سفر و خطر هستی؟ بسم بریم.
واه عجب کوه قشنگی. اسم این کوه چیه؟ این کوه دماونده، قله‌ای با شکوه و پر از رمز و راز. باید در دامنه کوه توقف کنیم. چرا؟ مگه اهریمن اینجاست؟ نه، اهریمن که اینجا نیست، اما یه نفر هست که اول باید راهنماییمون کنه. سلام بر پیر دانا. پیر دانا؟ بله، پیر دانا، اون استاد و راهنمای من. بیا تا معرفیت کنم. سلام سیاوش، دوستمون رو معرفی نکردی؟ این همون بنتن معروفه که از آینده اومده. اون میخواد تا راز قدرت برتر رو به دست بیاره و کشورشو نجات بده. راز قدرت برتر؟ که اینطور؟ چرا دستشو بوسیدی؟ اون انسان دانا و درستکاریه و به من یاد داده که هر بار چطور با اهریمن مبارزه کنم و شکستش بدم. بدون راهنمایی پیر دانا کار ما خیلی مشکل میشه و از این گذشته تو سرزمین ما احترام به بزرگترای وظیفه است. اگه میخوای به قدرت برتر دست پیدا کنی اینو هیچ وقت فراموش نکن. خب پسرم، نگفتی راز قدرت برتر رو برای چی میخوای؟ برای نجات دوستام و کشورم. حتما میخوای کشورتو از دست اهریمن نجات بدی، درسته؟ آره، شما از کجا خبر داری؟ پیر داناتا رو میشناسه. اون همون کسیه که منو با آینده فرستاد تا به تو کمک کنم. بیا سیاوش، این پرهای سیمرغو بگیر و یکیشو آتیش بزن. سلام دوست من. خب پسرم، اگه میخوای بدونی اهریمن کیه و چطور از بین میره، همراه سیاوش و سیمرغ به سرزمینی برو که دیو سه سر در اونجا حکم فرمایی میکنه. هر جا که اون دیو باشه اهریمنم وجود داره. سیاوش بارها و بارها تونسته اون دیو شکست بده، اما هر بار که اونو شکست بدی میره و با قدرت بیشتری برمیگرده و شکست اون هر بار سخت‌تر از قبل میشه. با سیاوش برو و مبارزه با اون دیو ببین. بعد از بین رفتن دیو سه سر دوباره پیش من برگرد. مطلب مهمی هست که باید بهت بگم. حالا برو سوار شو پسرم. ممنونم پیر دانا. خدا نگهدار پیر دانا.
به تونل زمان نزدیک شدیم. اینجا دیگه کجاست؟ اینجا سیاره لوسیفره که اهریمن اونو تسخیر کرده. مردم فکر میکنن که پادشاهشون اونا رو به درستی رهبری میکنه، اما نمیدونن که تو ذهن پادشاهشون چه اتفاقاتی داره میفته. خودتو محکم نگه دار. همه چی امنه. چقدر نگهبان داره اینجا. حالا چجوری وارد قصر بشیم؟ نگران نباش، یکی از پرای سیمرغ همراهمه که باعث میشه نامرئی بشیم، اما فقط بیرون از قصر میتونه کمکمون کنه. این چی بود؟ ها؟ اینجا که چیزی نیست. یعنی چی؟ حتما خیالاتی شدم. عجب جای وحشتناکیه. اینا کیه؟ اینا انسانن که اهریمن تسخیرشون کرده. دارن چی کار میکنن؟ اونا از خودشون هیچ اختیاری ندارن و بنده و برده اهریمن شدن. اونا کاری انجام میدن که اهریمن از اونا بخواد. خب برای چی باید برده اهریمن بشن؟ زمانی که شاه در خواب بود، اهریمن به صورت زنی زیبا وارد قصر شد. اون با قدرتی که داشت همه سربازا رو به فرمان خودش درآورد. خودش رو به پادشاه نزدیک کرد و وارد ذهن پادشاه شد. درو باش، مغرور باش، زورگو باش. زمانی که پادشاه با مردم صحبت میکرد، دیو سه سر از راه کلمات وارد ذهن مردم شد. اگه ما دیو سه سر رو در ذهن پادشاه بکشیم، مردم به حالت اول برمیگردن و اهریمنم فرار میکنه. خب باید چی کار کنیم؟ باید خودمونو هر چه زودتر به پادشاه برسونیم. من تا چند ثانیه دیگه میرسم. میخوای تو رم ببرم؟ لازم نیست، تو برو، من خودم میام.
مراقب باش، اینجا نگهبانا ما رو میبینن. پسر تو سرعتت از جتریم بیشتره. چطوری اینقدر سریع خودتو رسوندی اینجا؟ اینطوری آرش کمانگیر. پسر تو بی نظیری. حالا باید چی کار کنم؟ دنبال من بیا. از این طرف. به زودی کار ساخت قصر ملکه به پایان میرسه و مردم این شهر بیکار میشن. حتی زودتر از زمانی که دستور فرموده بودید. نقشه بعدی ملکه چیه؟ اونا میتونن سربازای خوبی باشن و برای پادشاه بجنگن، سرزمینای جدیدی رو به دست بیارن و بعد دوباره برای من ملکه تو قصرای زیباتر بسازن. همه چی خیلی خوبه. آره من فکر کنم که آره هم آماده ای؟ درسته. دیگه با من این کارو نکن. من خودم میتونم از گیر نگهبانا فرار کنم. باشه پس حسابی مراقب باش. ببینم تو گوشت خوب شد. چیزی نجو. آره دوباره همون. گفتم بیشتر مراقب خودت باش. اگه دیرتر رسیده بودم که نیزه ای سربازا تو شکمت بود. بیا سیم بار بیا. چی؟ مزاحمای همیشگی؟ میدونم چه بلایی سرتون بیارم. اسکورکسای عزیزم از بین ببرینشون. اسکورکسا! دنبالم بیا. تا کی باید توی این هزار تو دور خودمون بچرخیم؟ اسکورکسا هر لحظه دارن بیشتر میشن. تا میتونی همه جا رو منجمد کن. در اصلی انتهای همین سالانه. تا بتونم سعی میکنم جلوشونو بگیرم. تو برو من خودمو میرسونم. زود باش. برین بیرون و نذارین هیچ کس به پادشاه نزدیک بشه. ورود به اینجا غیر ممکنه.
از اونجا نمیتونیم وارد شیم، پر از نگهبانه. حتما یه در مخفی هم وجود داره. دنبال من بیا. بسته شده. بدبخت شدیم. الان اسکورکسا میرسن. طلسم در توسط نیروهای اهریمنی طلسم شده تا کسی نتونه ازش عبور کنه. بیا کنار، الان خودم راهو باز میکنم. چی کار داری میکنی؟ این کارا فایده نداره. فهمیدم چطور از روی طلسم در عبور کنی. روزنه هایی در این دیوار هستن که با چشم دیده نمیشن. باید تبدیل به نور بشیم تا بتونیم ازش عبور کنیم. من که چنین قدرتی ندارم. دست منو بگیر. جلوشو بگیرین، نذارین نزدیک بشه. تو نباید وارد بشی. نه، انگار وارد جای خطرناکی شدیم. همینطوره. مطمئنم الان دیو سه سر فهمیده که ما اینجاییم. فکر میکنی الان کجا مخفی شده؟ رشته های عصبی محل دقیق ما رو به اون نشون میده. یعنی الان داره ما رو میبینه؟ شک نکن و خودتو برای هر اتفاقی آماده کن. ما باید خودمونو به محل اصلی تصمیم گیری های مغز برسونیم. حتما اونجا آماده است که از ما پذیرایی گرمی بکنه. مطمئن باش درسی بهش میدم که هیچ وقت یادش نره. اینجا کجاست؟ باید از این مجرا وارد بشیم. دنبالم بیا. گفتم جلوتر نیای. چه کسی جرأت کرده پادر زنی پادشاهی بزنه که در تصور. خودتو نشون بده تا بهت بگم کی هستی. شما کی هستید که خودتون اجازه من سیاوشم، فرزند ایران زمین. اومدم تا غرور و زورگویی و درویی را از بین ببرم و ذهن پادشاه ها از شر تو رها کنم. اومدم تا مردم بیگناه این سرزمین رو نجات بدم. چرا عمل نمیکنه؟ زود باش، سبدیل شدی. ببینم اون موجود بیارزش که به جنگ من اومده تو هستی؟ خودت حسابشو برس. به من بس. نگران نباش، من اینجام. برای من افت داره باهاش درگیر بشم. به به، چه پسر خوبی، مهربون، خوشتیپ و قدرتمند. تو چطور دلت میاد موجودی مثل من از بین ببری؟ جلوتر نیا. میشه بگی چرا؟ تو باعث بدبختی خیلیا شدی و حالا باید از بین بری.
زن بزرگ به دادم برس. این پسر یک روی من از بین برد. من دیگه دیو درویی نیستم. من دیگه نمیتونم در خدمتت باشم. منو ببخش اهریمن بزرگ. من دیگه کاری از دستم بر نمیاد. حالا نوبت توه. بیا جلو. تمام قدرتت همین بود؟ اگه جونتون رو دوست دارین بهتون وقت میدم که برین و خودتون رو نجات بدین. تو دیگه کی هستی؟ من رستم، پهلوان مغرور ایران زمینم. رستم؟ تو هم مثل من مغروری؟ غرور چیز خوبیه به شرط اینکه از سر خودخواهی نباشه. غروری که از سر حماقت باشه عمر طولانی نداره و محکوم به نابودیه. حالا من بهت ثابت میکنم که غرور واقعی چیه. دارم خفه میشم. میدونم. اهریمن بزرگ منو ببخش. من دیگه نمیتونم در خدمت تو باشم. من دیگه مغرور نیستم. من دیگه مغرور نیستم. من دیگه مغرور نیستم. مغرور نیستم. لعنتی کار کن دیگه. زورگویی مال منه. من باید اونو از بین ببرم. تلاش نکن بنتن. اومنیتریکس در مقابل اهریمن هیچ قدرتی نداره. هیچ قدرتی نداره؟ پس من اینجا چی کار میکنم؟ چرا منو با خودت آوردی؟ تو اینجایی تا همه چیزو با چشم خودت ببینی. پس خوب نگاه کن و فکر کن. نه اسفندیار رویین تن. نه وای
تو دیگه کی هستی؟ من اسفندیارم، روی این تنم، فرزند ایران زمین و هیچ سلاحی در من اثر نداره. نشونت میدم. خیلی دلم میخواست کوینم اینجا بود و میدید قهرمان واقعی کیه. قهرمان بزرگ، دیگه زوری برام نمونده. نمیتونم در خدمتتون باشم. زور داشتن خوبه، اما زورگویی هرگز. حسابی دخلشو آوردی. عجله کن بین، باید از ذهن پادشاه خارج شی. پادشاه من، تو کی هستی؟ دستگیرش کنین. دوباره برمیگردم. میبینی بن؟ خیلی عالیه. شهر داره به حالت عادی برمیگرده. امیدوارم که دیگه هیچ وقت بنده اهریمن نشم. خودتو محکم نگه دار. سلام پیر دانا. سلام پیر دانا. سلام. خب تعریف کنین. خب پیر دانا، ما اهریمن رو شکست دادیم. ما دیو سسر رو از بین بردیم و مردم شهر رو از دست اهریمن نجات دادیم. ممنون از اینکه راهو بهم نشون دادی. وقتی اهریمن رفت چه اتفاقی افتاد؟ ابرای سیاه رفتن و آسمون آبی شد و بعد ابرای سفید جای اونو گرفتن. اون وقت همه چیز به حالت عادی برگشت. پسرم، هر جا که دیو سسر باشه اهریمنم هست. یعنی هر جا که غرور و درویی و زورگویی باشه اهریمنم هست؟ ها؟ ما باید مراقب باشیم تا فریب اهریمنو هیچ وقت نخوریم. من وقت زیادی ندارم. باید خودمو به دکتر تناقض برسونم تا بتونم به آینده برگردم. نگران رفتن نباش. سیمرغ مسافر زمانه و تو رو به هر زمان که بخوای میبره. و اما راز قدرت سیاوش، پسرم، قدرت واقعی قدرتی است که انسان از خدا میگیره و راه اون چیزی نیست جز ایمان به خداوند یکتا، خدایی که علم و قدرت و فضل بی نهایت داره. طبیعت و انسان را آفرید. خلقت اون بهترین و کاملترین آفرینشه. خیلی خوشحالم که به گذشته اومدم و با گذشته خودم آشنا شدم. بله پسرم، این گذشته است که آینده رو میسازه. بعضی وقتا سفر گذشته لازمه تا خیلی از واقعیت ها معلوم بشه. سیمرغ منتظرته پسرم. خدا حافظ پیر دانا. واسه چی اینجوری میکنه؟
بن، تا زمانی که اومنیتریکس همراهت باشه سیمرغ سوارت نمیکنه. آخه چرا؟ بدون اومنیتریکس که من هیچ قدرتی ندارم، نمیتونم رهاش کنم. از این گذشته حتی اگه خودمم بخوام نمیشه، چون با دی ان ای من یکی شده. هیچ نیرویی نمیتونه اونو از دست من جدا کنه. بن، نگران نباش، هر کاری از قدرت برتر ساخته. ناراحت نباش، من یه کپی از بازوبندم رو بهت میدم. مگه نمیخواستیش؟ واقعا؟ عالیه، باشه. ها؟ حالا سیمرغ تو رو به هر کجا که بخوای میبره. سیاوش، تو دوست خیلی خوبی هستی و من خیلی چیزا ازت یاد گرفتم. خداحافظ. به امید دیدار. خدا نگهدار پیر دانا. خداحافظ پسرم.